تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم گفته بود که املاک مسکونی تا مجموع 150 متر در تهران و 200 متر در شهرستان‌ها معاف از مالیاته، اما محاسبهش یه کمی پیچیدگی داره. با من همراه باش تا بهت بگم چجور حسابش کنی. خب شما در تهران 2 تا واحد مسکونی داری، یه دونه 150 متری، یه دونه هم 80 متری. 150 متریه رو پارسال 250 میلیون دادی اجاره، 80 متریه رو 50 میلیون. قانون هم گفته 150 متر معافه، پس واحد 150 متری معاف از مالیات میشه و واحد 80 متری شما با درآمد 50 میلیون مشمول مالیات نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قانونگذار گفته مجموع 150 متر. برای اینکه تو زرنگی نکنی گفته تمام واحدهایی که اجاره دادی از نظر رقم جمع کن، متراژش رو هم جمع کن، به نرخ میانگین درآمد هر متر برس، بعد ضرب در 150 متر معافیت موضوع این تبصره بکن. حالا به این رقم که رسیدی شما این رو از مبلغ کل درآمد اجاره کم میکنی و میرسی به رقمی که درآمد مشمول مالیات شما باز هم نخواهد بود. این بار چرا؟ به خاطر اینکه در صدر ماده 53 اشاره شده که 25% از درآمد اجاره املاک بابت استهلاک ملک و سایر تعهدات موجر مشمول مالیات نخواهد بود. پس اون درآمدی که به دست آوردیم رو 75% رو محاسبه میکنیم و درآمد مشمول مالیات رو به دست میاریم. حالا مالیاتش چقدر میشه تو ویدیوهای بعدی بهت میگم. یه سوال دارم ازت، اگر یه واحد 150 متری در تهران داشته باشی و یک واحد 250 متری تو شیراز، درآمد مشمول مالیاتش رو چطور محاسبه میکنی؟ تو کامنت ها به من بگو.